سلام و درود دوستان عزیز، امیدوارم حالتان خوب باشد. امروز در مورد چیزی حرف میزنیم که اما دوست دارن داشته باشن، اما دنبالش میگردن و اما به خاطر داشتنش شب و روز در تلاش هستن و کار میکنن. امروز در مورد پول و مخصوصا در مورد پول کانادا صحبت میکنیم. امیدوارم تا آخر ویدیو ما را بیننده باشید و به خاطر حمایت از ما صفحه و یا فانوس چینل یوتیوب ما را فالو و سابسکرایب نمایید. خب، قسمی که کانادا یک کشور زیبا است، همچنان پولش زیباست و رنگامیزی خاص شده است. امروز در مورد پول صحبت میکنیم و آنچه که برای شما جالب خواهد بود در این نوار تصویری می‌آموزید. پول کانادا واحد پولیش کانادا یا دلار کانادایی می باشد و این پول از پلیمر یا ما برش گفته میتونیم که اولین کشوری است که پولش از پلاستیک است. از کاغذ نیست، از پلاستیک است. خب هر کدام این پول و این اسکناس ها از هم دیگر سایزهای متفاوتی دارند و به رنگ مشخصی اینا شناخته شدن و هر رنگ از اینا یک پیام خاصی دارد. امروز در موردش صحبت میکنیم. در کانادا ما سکه داریم و همچنان اسکناس های پلیمری داریم و یا بگوییم برش پلاستیکی داریم. در گذشته در سالهای 1867 الی 1921 میلادی همچنان سکه ها از برنز، طلا و نقره ساخته شدند و به بازار عرضه گردیدند. ولی به مرور زمان و حالا از فولاد ساخته می شوند. خب در کانادا سکه های 5 سنتی، 10 سنتی و 25 سنتی موجود است و همچنان بالاتر از آن سکه های 1 دلاری و 2 دلاری موجود است و تولید می شود. خب از اینجا آغاز می کنیم. خب قسمی که در دیگر کشورها پول یا اما اسکناس ها بیشتر می باشد، مثل 2000 دلاری، 2000 افغانیگی، 500 افغانیگی و یا 1000 سامانی، 500 سامانی، 200 سامانی. در این کشور از 100 همون لیمیتش است و از 100 دلار بالاتر نیست. خب دلایل بسیار مختلفی دارد و یکی از دلایل این است که به خاطر جلوگیری از فساد، به خاطر از این که به خاطر جلوگیری از تقلب، به خاطر تورم اقتصادی، دلایل مختلفی وجود دارد که اینا نمیخوان که از اون بالاتر چاپ شود. این بحث جداگانه است که اگر فرصت بود باز در اون مورد یک وقت دیگه صحبت میکنیم. ولی حالا چیزی که خیلی مهم است، میخوایم آشنایی شما را با پول داشته باشم. اگر شما در سوپرمارکت ها و رستوران ها و یا دکان ها کار میکنین، شما باید با پول و همچنان برای همه باید اولین چیزی که خیلی مهم است با آشنایی با پول است. خب از اینجا آغاز میکنیم. این 5 سنت می باشد، 5 سنتی است و تصویر ملکه دوم در این طراحی شده است و یا آمده است و در سال 2017 این اسکناس تولید شده. 20 دانه از این 1 دلار می شود. 20 سنت 20 سنت 5 سنتی می شود 1 دلار. ده سنتی ما کمی کوچکتر می باشد و در عقبش و یا در پشت از این یک قایقی است که ما در مورد از این در جریان ویدیو بر شما خواهم گفت. ولی این از پیش رو تصویر
ملکه بله ملکه دوم است و از پشت سر همون قایق است که در جنگ‌های جهانی اینا ورشکست شدن و غرق شدن و تعداد زیادی از سربازان در این قایق غرق شدن و جانای خود از 10 سنت. خب 10 سنت ما برابر به $1 می شود. اینم بود از 10 سنتی. چیزی دیگری که خیلی مهم است ما میخوایم برای شما بگویم و قسمی که در اوایل گفتم بعضی از سکه هایی هستند که اونا پیدا میشوند و قیمت از اونا خیلی بالا است. شما زمانی که سکه پیشتان موجود باشد حالا اپایی موجود هستند که شما هر سکه را میتونین اسکن کنین و قیمت او سکه را شما میتونین پیدا کنین و ببینید. فرض مثال این سکه در 2002 ساخته شده، در 2000 ساخته شده است و سکه از این 25 سنتی این سکه 25 سنتی است و قیمت از این نسبت به دیگر سکه ها یا سنت ها یک کمی بالاتر است. خب به دلایل این که این سکه سالش بیشتر است و در پشت از این خب پیش رویش امو ملکه دوم است ولی پشت از این یک تصویر از ارزش هایی که بر کانادا است از قبیل پرنده های ملی، از قبیل حیوانات ملی، از قبیل چیزایی که بر کانادا ملی است در پشت از این سکه موجود است و شما میتونید ببینید. خب اینا بودن 3 تا سکه ما که و 2 دانه از این 2 دانه 25 سنتی ما میشن 50 سنت و 4 دانه از این برابر با $1 است. 4 25 سنتی ما برابر می شود به $1 و 25 سنتی به نام کوارتر. کوارتر اسمش است که کانادایی برش کوارتر میگن، به این دایمز میگن و اینا نامای خاص خود دارن. خب البته این نامایی است که برای ازیا مانده شده است. خب حالا اینا کسایی که بومی هستن اینا میدانن که دایمز چی است، کوارتر چی است و لونی چی است، تونی چی است. خب این مردم ها زمانی که این صحبت ها را بین هم میکنن اینا میدانن، ولی برای ما که مثلا همچون مهاجر هستیم دیرا میفهمیم، بعدا میفهمیم که این تونی چی است، این لونی چی است. فرض مثال ما در یکی از رستورانت ها بودم، زمانی که از اونجا برآمدم یکی از کسایی که در بیرون اونجا البته بگویم از املسا بود، اونا از من پرسان که do you have لونی؟ بعد من ایران ماندم که ای چی میگه. ایره بعدا متوجه شدم که این لونی، تونی و کوارتر و دایمز اینا سکه ها و سنتایی هستند که بین هم اینا استفاده میکنن و بعداً ماهایی که در اینجا زندگی میکنیم باید بفهمیم و بدانیم که لونی، تونی، کوارتر، دایمز اینا را ما هم مجبور هستیم اینا را یاد بگیریم و بفهمیم. خب حالا آمدیم سر سکه $1 که برش اینا به این سکه لونی میگن. به $1 شما نگاه کنید، لونی در عقب از یک تصویری از پرنده است که شما اینجا مشاهده کردن میتونین و این پرنده به خاطر از این لونی میگن که یک صدای بسیار خاص دارد و در کانادا خیلی زیاد پیدا می شود. این پرنده ملی کانادا است
که شما در هر جا ممکن ایره دیده باشین. کسانی که در کانادا زندگی میکنن این پرنده را در هر جا میبینن و البته منظورم در هر جا به خاطر از این که این نزدیک به دریاچه ها زندگی میکند و یک صدای خاص دارد. از او بابت برای از این لونی میگن و در پشت از این $1 این تصویر از این پرنده است. سکه $2 داریم. سکه $2 اینا در گذشته به نام اینا خرس آبی با پرنده‌ای که گفتم اینا در یک مناطق زندگی میکنن و در مناطقی که بسیار سرد است و اینا این از این بابت به نام تونی گفته می شود و همچنان کانادا در گذشته قسمی گفتم در سالهای 1921 میلادی اینا را تصویرشان هم با هم یک جا و در این $2 اینا را به تصویر کشیده و همچنان این $2 دو رنگ می باشد که از شما می بینید که در پشت از این خرس آبی است. تصویر خرس آبی در گنجانیده شده و در پشت از این یا در پیشروی از این همو تصویر ملکه دوم است. خب ولی اینها همزمان پرنده هم در همین آمده و ایره از این خاطر تونی میگن و سال تولید از این 1996 است که یک سال از ما خورتر میشه بگویم یا بزرگتر. در 1995 تولد ما است و این در 1996 که یک سال 29 سال از این می شود. 29 سال از این سکه می شود از تولید از این. دوستای عزیز چیزی که خیلی مهم است و من بیشتر براتان گفتم این پول کانادا است و شما این را اگر قاطم کنین به شعر یکی از استادای ما افتیدم که اگر زنده باشند خداوند در عمرشان برکت بدهد و اگر در قید حیات نیستند خداوند مغفرتشان کند. در صنف بودیم و بعد اونا گفتن کتابت میدهم اما به 3 شرط که سوق و بوق و صندوقش نسازی. او زمانا دیگه ما اوقدر البته فارسی را نمیفهمیدیم و معنی از این گپ پسانا و دیر فهمیدیم که سوق چه است، بوق چه است و صندوق. خب بسیار وقت کشید بعد ما ایره فهمیدیم که ایره نباید قاط کنیم، که نباید ایره صندوق کنیم که داخلش نان بانیم. یک وقتایی بود که ما داخل کتاب و کتابچه یک نان میماندیم و در تفریح ها میخوردیم. بعد یک چیز دیگری که بسیار جالب است در پول، شما ایره فرض مثال ایره بگیریم در داخل آب. ما بر شما نشان میدم. ایره با خب یک چیز دیگه که خیلی جالب است دوستا این آب است. ما ایره قاط میکنم و بر شما داخلش یک آب میگیرم. ببینید دوستا این داخلش آب است، در داخلش آب است. ببینید شما اگر دیده میشود این آب است. حالا ما ایره ایلا میکنم آب. مقاومت از این خیلی بالاست، خیلی بالاست. شما ببینید هیچ چیزش نشده. خیلی زیباست و بازم اگر یک قاط کنی قاط نمیشه. این یکی از جذابیت های پول است که ما هر کس دوست داره پول داشته باشه و
به خاطر شب و روز کار میکنن و این پول واقعا زیباست. ببینین نه فقط که هیچ آب نه انداخته شده باشه. دوستای عزیز، این اسکناس $5 است که شما تصویر ای بزرگمرد میبینین به نام سیری لوفرید، اولین نخست وزیر کانادا در سال 1911 میلادی است و اسکناس به رنگ آبی به دلیل از این که پیام سر را میدهد، از این خاطر به رنگ سل دیزاین شده و نسبت به دیگر اسکناس ها کمی کوچکتر است. خب اسکناس بعدی را بر شما به معرفی میگیرم. اسکناس $10 یک کمی متفاوت می باشد. به دلیل از این متفاوت می باشد که عمودی ترسیم شده است و همچنان رنگ بنفش دارد. رنگ بنفش به خاطر از این یک دختر خانم سیاه‌پوست در گذشته ریسیست یا نژاد پرستی و تعصبات اینجا بسیار زیاد دامن میزده و بیداد میکرده و روزی از روزها در سینما سیاه‌پوستان در یک حتی اینگونه بوده که در هر جایی که میرفتن سیاه‌پوستا یک طرف، سفیدپوستا یک طرف و این دختر خانم از سینمای خود میرود به سینمای سفیدپوستان و از اونجا مبارزه و ایستادگی خود آغاز میکند و امروز کانادا یکی از کشورهای چند فرهنگی و با تنوعات فرهنگی تشکیل شده است و این خانم هم مبارزه های زیادی کرده است و تصویر پشت سرم از یک تئاتر است. خب خیلی زیباست و اینجا شما اگر اینجا دستتان بانین از اونجا معلوم میشه، شفاف است. خب دوستای عزیز، این اسکناس که شما میبینید اسکناس $20 است یا پول $20 است و در تصویر شما میبینید عکس ملکه الیزابت دوم است که روی نقاشی شده است و یا به تصویر کشیده شده و خداوند این خانم مغفرت کند. این در دیگر نیست ولی کانادا یکی از با صلابترین و یکی از پرقدرتترین کشورهایی است که اینها زحمات زیادی کشیدند و در پشت این جای است که زنان زیادی مبارزه کردند و یادبود ازشان کردند و همچنان شما میبینید و گلهای لاله را، گلهای لاله به این تشبیه میدهد که در جنگ جهانی اینا خانمای بسیار زیادی از خانما اینا در برابر قشونهای دشمن اینا مبارزه کردند و جانهای خود از دست دادند و یادبود با این گلهای شقایق ازشان می شود. و از او خاطر برنگ سبز آمده که همیشه یادشان جاودان است و همیشه یادشان سبز می باشد. اینم اسکناس و یا پول $50 می باشد که برنگ سرخ است. چرا برنگ سرخ است؟ به دلیل از این که در جنگ جهانی این شخص به نام ویلیام لیون میکنایز نخست وزیر آن دوران بود. در جنگ جهانی زیادترین تلفات را این کشور در آن زمان داد و تحت هیچ مستمره اینا شکست نخوردن و در عقب از اینا که شما میبینید سربازانی هستند که با قایق غرق شدن و
این یاد از اون مبارزین است و برنگ سرخ آمده به دلیل از اینکه زیادترین حادثه بسیار دلخراش در همین سالها رخ داده و کسانی که جانهای خود را از دست دادن و به خاطر ملت خود مبارزه کردن، امروز کشورشان یکی از قدرتمندترین کشور در جهان است. $100 کانادایی است که همه دوست دارن ایره داشته باشن و همه دوست دارن بیشتر داشته باشن. مخصوصا ما هم خوش دارم که از این اسکناس یا واید پولی که بیشتر در جیبم بیاید. خب به خاطر از این لازم است که باید شبا کار کنی دیگه. این شخص بروتی را که در اینجا میبینین، این نخست وزیر جنگ جهانی اول است و بازم بر شما بگویم که از ما کرده این $100 را کانادایی ها بیشتر دوست دارن. خب در پشت سر از این تصویر کسایی هستند که اینها همچنان در جنگ جهانی اول و تا حاضر کانادا یکی از کشورهایی است که خدمات رایگان برای مردم و شهروندانش ارائه می‌دارد و اینا دانشمندان و کسایی هستند که برای آزادی و استقلالیت کشور خود مبارزه کردند و کانادا را یک کشور زیبا، مترقی و باصلابت ساختند. خب دوستای عزیز، این بود ویدیوی ما در قسمت معلومات پولی کانادا و امیدوارم که مورد پسند شما عزیزان قرار بگیرد و اگر از این پول ها نمیتونید برای یک کس کمک کنید، حداقل شما میتونید که با سابسکرایب کردنتان و با حمایت کردنتان که از شما چیزی هم نمی رود، صفحه ما را لایک و سابسکرایب نمایید تا ما بتوانیم اندکی از این داشته های خود برای مستحقین، برای کسایی که نیازمند هستند با کمک شما و با حمایت شما عزیزا بتانیم یاردم کنیم و بتانیم دستشان بگیریم. این بود تا اینجای کار ما. امیدوارم که مورد پسند شما قرار گیرد.